باور خودت نسبت به خودت، باور دیگران نسبت به شما. آیا شما خودت به خودت باور داری؟ یا به فکر باور پسر همسایتون نسبت به خودتی؟ آیا به این فکر میکنی که پسر همسایتون یا دختر همسایتون در مورد تو چی فکر میکنه؟ آیا نگران قضاوت دیگران هستی؟ آیا نگران قضاوت پسر خالت، دختر خالت، داییت، عموت هستی؟ آیا داری طوری زندگی میکنی که دیگران تو رو تحسین کنن؟ مگه تو داری واسه دیگران زندگی میکنی؟ مگه دیگران دارن واسه ما زندگی میکنن؟ زندگی من و شما مال من و شماست، سرمایه ماست، خدا اونو به ما داده. نگران قضاوت دیگرانی؟ هر جور باشی دیگران نسبت به تو قضاوت میکنن. به بالاترین درجات علم و تحصیلم برسی، باز هم دیگران نسبت به تو قضاوت میکنن. پیامبرم بشی، باز هم نسبت به تو قضاوت میکنن. تو زندگی مهم اینه که خودت در مورد خودت چی فکر میکنی. آیا خودتو قوی میبینی؟ آیا خودتو خوشگل میبینی؟ آیا خودتو با اراده میبینی؟ اگر نمیبینی هیچ کس شما رو اینجوری نمیبینه. اگر خودتو قوی نبینی هیچ کس شما رو قوی نمیبینه. فکر میکنم زمان این رسیدی که دوباره فکر کنی، به قدرت خودت دوباره فکر کنی، به باور خودت دوباره فکر کنی. به حرف دیگران گوش ندی. دیگران نمیدونن تو قلب تو داره چی میگذره، دیگران نمیدونن تو واقعا چی میخوای، فقط خودت میدونی و خدا. اگر میتونی تصورش بکنی یک معنی داره، میتونی بهش برسی. منطقی نباش. برادران رایت منطقی نبودن، بیل گیتس منطقی نبود، استیو جابز منطقی نبود. تو هم نباید منطقی باشی. باور کن که تو هم میتونی، باور کن که تو هم قدرتمندی. هیچ کس به اندازه تو نمیدونه که چی میخوای. چرا ولش میکنی؟ به خاطر حرف دیگران؟ فراموش کن حرف دیگرانو. بذار هرچی دلشون میخواد پشت سر تو صحبت کنن. بذار هر جور دلشون میخواد نسبت به زندگی تو قضاوت کنن. تو خودت باش. تو خودت باش. ایمان دانشراد